الان من توی هند هستم، شهر بنگلور، خیابون مجستیک. اینجا یک شنبه بازاره، همه چی میفروشن، دست دو، نو، هر چی که دلتون میخواد، از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد. اونم یه آتوه و حالا میریم که چیزای دیگر رو ببینیم. اینجا منطقه خوبی از شهر نیستش، اینم سرمونیه، ولی خیلی جای شلوغیه و همه چیز دست دوم میشه پیدا کرد. اینجا یه چیزای عتیقه و کارهای دستی هستش که این خانوما اینجا دارن من اینجا نگاه میکنن. من الان بعد از ظهر اومدم که یکم خلوت بشه، ولی ظاهرا اینجا خلوتی نمیتونه با خودش ببینه. حتی میزه چوبی، صندلیه دست دوم، لوازم برقی و الکتریسیته. حتی اینجا میتونین دکمه پیدا کنی، انواع اقسام، کیف دستساز، منبع آب. این آقا هم داره اینجا سودا میفروشه، با لیمو ترش قاطی میکنن و نمک. چیز جالبی داره. اینجا هم قرقره و نخ و همه این چیزا میفروشن. طول این بازار حدوداً 1 کیلومتر میشه، دو طرف خیابون هسته. جای جالبیه. همه جور آدم پیدا میشه. لباسای دست دوم، آدمای دست دوم، نو، همه جوره. جای گیره، چکش، همه جور چیز پیدا میشه. این آقا هم داره سالاد میوه درست میکنه که بفروشه. آناناس، اینم پاپایه است، هم خود طرف. اینجا هم همونجاست، من وسط خیابون وایسم، دو طرف خیابونم دارن مشغول تجارت و بیزینس هستن. اینم آجیل هندیه که توی اینا حالا به هر اندازه که باشه میفروشن.